یک ماه باز این دیوار نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راه لنین است. ساکنان میگویند این مرد که از خیشان رئیس دهه است غیر قانونی راهشان را بست. راهی که 40 سال شد میگشتن، همراه گرفتن، حجت کردن نکردن، محکم کردن، یگان تونسته ایره حل کنه. اینا حجت همش هست. طاهر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست. مثلا خودش دکمه زمین کمتر دومده دیگه همشون تخریه زمین تخریه. یک ماه پیش این جوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روایی مردم را دشوار کرده است. این راهی که هست باریکه که ماشین مایده میفروه میبروه از زمستانه ماشین کلان برآمدن نمیتونه. این گردش برای همین ماشین کلانه. مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین‌های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای تراکتورها را در آوان کشت و حاصل قنداری مشکل میسازد. مردم ناراضی که این چون محکم میگه شرکت دارم. طاهر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست، بلکه همسایش علیشیر به خاطر منفعت‌های خصوصی این بحث را به میان آورده است. کانال است 2 متر سنبول خودش راه خودش تنگ کرده. ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب می‌دانند بستن راه را از طرف طاهر عبدالنظرف درست نمی‌حسابند. راه محکم کرده اینو درسته. راه محکم کرده مثال میگم. این راه نبود، نگه او راه بود، او راه محکم کرده. مقامات به رادیو آزادی گفتند بستن این راه خلاف قانون نیست. طاهر عبدالنظرف می‌خواهد بینای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند با تقاضای خود بر سر نبستن راه پافشاری خواهند کرد.